بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امروز خیلی سریع و مختصر میخوایم یاد بگیریم که چطور یه نرم افزار رو روی لینوکس نصب کنیم یا آپدیتش کنیم. خب اول بریم تیزر رو ببینیم. بیا. خب اول کاری که باید انجام بدیم اینه که خب یک منبع برای دانلود اون پیدا کنیم. دو راه کلا ما داریم داخل لینوکس برای نصب یه فایل. راه یک اینه که فایل .deb رو دانلود کنید و برید توی ترمینال رو و نصبش کنید دیگه. نصب کردنش هم با dpkg انجام میشه و دسترسی سودو باید داشته باشید. حالا تو سیستم خونگی که شما همیشه دسترسی سودو رو دارید، اینو حالا مطمئن نیست. یه روش دوم هست، از توی اسنپ نصبش کنید یا همون استوری که داره. ببینم مال من استور هنوز داره یا نه. اسنپ سرچ کنید. اسنپ ما حذفش یادم. استور باید باشه، نمیشه نباشه. یه اوبونتو استور چون دارم. آره اوبونتو سافت‌ویر اسمای مختلف داره دیگه. پیداش کنید، میتونید پیداش کنید. اوبونتو سافت‌ویر، حالا من میگم چون پایه بحثم اوبونتو بودش، پایه لینوکس هم اوبونتو بود، این اتفاق افتاده. اسمش اینه، جای دیگه اسم مختلف دیگه داره. اینجا شما میای و نرم افزار که میخوای نصب میکنی یه مقدار مشکل اینا داره ولی کار در میاره اکثر مواقع. از اینجا شما میتونید نرم افزار رو پیدا کنی، یک سرچ هم بغل داره بله، و دسته‌بندی هم داره. دسته‌بندیاش قشنگه، اما این کار من نمیخوام انجام بدم چون شاید دیدید آقا نرم افزاری که میخواین داخل استور نبود. اصل داستان از کجا شروع شد؟ کروممو من باز میکنم و یه مسخره بازی رو هر دفعه برای من در میاره، اینکه میگه آقا can't update کروم، رینستال کروم. روی رینستال که میزنم میبره منو داخل یک صفحه. ببین شما به صورت عادی هر چیزی خاصی نصب کنید تو اینترنت اس فایلش رو سرچ کنید دیگه، آقا دانلود فلان چیز فور اوبونتو. خب یا برای فور لینوکس هم بزنید مشکلی پیش نمیاد دیگه. اینجا من دانلود کرومو که میزنم میاد اینجا میگه آقا RPM میخوای دانلود کنی یا دب. دب مال اوبونتو و دبیانه، RPM مال فدورا و اوپن سورس. این چی نمیدونم دقیقاً تلفظی رو، ولی بیشتر همون فدورا معروف تره تو اوپن فلان، اون خیلی معروف. حالا بکنم شما باید همیشه 64 بیت .deb رو دانلود کنید، اکسپتش رو بزنید. این ورا یک لینک بهتون میده، اگه خودش دانلود نکنه که ان شاءالله دانلودم نکنه، اینجا این لینک رو کپی کنید. بیایم بریم توی ترمینال رو گنده کنیم، یه پله بزرگترش کنیم. خب توی ترمینال که رفتین، یک پیشنهادی که میکنم بیاین ترمینال خالیتون الان اینطوری بزنید cd/tmp، چون ببین الان ما فایل نصبی رو به صورت عادی یه فایل .deb رو دانلود میکنیم. بعد توی ویندوز چطوره؟ تو ویندوز شما یک فایل .zip عموما دارید. این .zip رو میاید آنزیپ میکنید، به یک سری فایل های نصبی میرسید. بعد یکیشو که براتون مهم هست رو انتخاب میکنید، اینو میاد چیکار میکنید؟ اینستال میکنید. یعنی شما در اینجا یک بار این قسمت حافظه مصرف کنید، یک بارم اینجا، یک بارم اینجا. خب 3 بار شما حافظه رو مصرف میکنید. توی لینوکس ما میتونیم کارو نکنیم. به چه شکل؟ بیاید داخل /tmp، یعنی چی بزنید cd/tmp رو وارد کنید، میاد اینجا چه محیطه؟ یه ls بزنید، این کلی فایل مایل اینجا هست. خب در اینجا شما یه حافظه تمپرری دارین، TMP مخفف تمپرری یعنی موقتی، وقتی کامپیوتر خاموش کن این از بین میره. اینجا ما اون فایلمون رو، اون لینک رو دانلود میکنیم و نصبش میکنیم. یک پوشه کوچیک من اینجا ساختم به اسم پی، شما میتونید همینجا مستقیما بریزیدش. من چون از اینجا استفاده بیشتری دارم یه پوشه ساختم پی. برای پوشه ساختن هم خیلی ساده است دیگه، می‌نویسید mkdir بعد اسم پوشه مثلا پی. شما میتونید اینو بزنید، بعد که حالا اینو زدید وارد همون پی میشیم. یه محیط جداگانه‌ای باشه که از بقیه جدا باشه. خب من اینو از قبل دانلودش کردم. حالا چطور شما باید اینو دانلود کنید؟ wget یه اسپیس بزنید، دو تا از این دبل کوتا بزنید وسطش. حالا می‌خوام یه چیزی بزنیم، یکی برگردید کنترل شیفت وی بزنید، اون لینکو کپی کردید توی ترمینال کنترل وی کار نمیکنه. کنترل شیفت وی میزنید،
من که اون لینک کپی نکرده بودم ولی هستش داخل هیستوری اسلش گرپ wget. ببینید این بوده دیگه، دیجیکالا اینجا. خلاصه wget میزنید، لینکتون رو پیست میکنید، دوبرش دوتا دبل کوتیشن بزنید، خیلی عالیه. بعد که این کار انجام بدید با یک چیزی مشابه این مواجه میشید. ببینید ها اینجا من این کار انجام دادم. این قسمت یک نوار خوشگل هم بهتون نشون میده که آقا داره دانلود میشه، سرعتتون نمیدونم، حجمش، زمانی که مونده. حالا اینجا تموم شده، میگه آقا در 1 دقیقه و 56 ثانیه من دانلودش کردم. چقدر سوالت تا بعد نه دیگه خیلی هم بد نیست. 81 مگ تو 1 دقیقه و 5 نه دیگه واقعا بد. خب اینجا اینو دانلود کرده. ls که بزنید میتونید ببینیدش. این فایلتونه با sudo dpkg -i اسپیس ها رو رعایت کنید. sudo dpkg -i و اسم اون نرم افزار مینویسید، میزنید، رمزتون رو وارد میکنید و خب میان اینجا دیگه. میدونید که رمز وقتی وارد میکنید چیزی نوشته نمیشه. بنده خدای خیلی عجیب و غریب به من فهمید چرا کار نمیکنه کیبورد این موقع فلان. خلاصه نصبش میکنه. ls هم میزنید. حالا این فایل خودش از اینجا پاک خواهد شد بعدن. شما نمیخواد کار کنید، کاری انجام بدید، نهایتا نیاز هستش که یک دونه، البته ای کاش من نرم افزار خود کروم میبست. من 2 تا کروم ندارم. اتفاق بیشتر 2 تا کروم داشته باشم. خب نه درسته. ببین الان دیگه اون چند آپدیت رو برای من پیام نمیده. ببین یه خوردم تغییر کرد قیافش. حالا اینو باز میشه برش کرد. ببین تو آپدیت جدید است که رنگا مشکل میخوره اینجا. چقدر بد. ببین اینجا این آدر بوکمارکس من رنگش یه طور خیلی بدیه، فونت و رنگش دیده نمیشه. این تیکه سفید اینجا هم هست. حالا آپدیت نمی‌کردیم بهتر. یک بار دیگه بازش کنیم. کروم. درست شد. این دفعه درست شد. خلاصه اینطوری نرم افزاری که هر چی خواستین میتونید از این طریق نصبش کنید. آپدیتش هم میتونید دیگه. الان ببینید من قبلش نصب داشتم، به این طریق آپدیت هم شد. خودش تشخیص میده و آپدیت میکنه. اگر از جای درست حسابی باشه نرم افزارتون این فعالیت انجام میشه. اون /tmp رو هم فراموش نکنید، جای خوبیه. اگر که حس میکنید ها حتما لازم دارید که فایلش رو فولدرش رو داشته باشین، خب یک جای دیگه ببریدش. یه راه دیگه هست. این راه اینجا بذارید من این اونو دانلود کنید، ببرید یه جایی، با خودتون ببریدش یه جایی. یعنی مثلا دانلود کلیک راست که میکنید، مثلا میگه آقا سیو از دانلود. حالا هر جایی که رفتید از فایل منیجرتون استفاده کنید، بازش کنید. من حالا از همینجا فایل منیجر رو ناتیلوس رو وا میکنم. اینجا فایل میاد، خودش تشخیص میده که این فایل نسبیه. ببینید قیافش یه طوری میکنه. روش دبل کلیک که بکنید fail to install not supported. خب حالا این متاسفانه not supported بود. شاید چون که نصبش کردیم همچی ایرادی اشتباهی خورد، به همچی مشکلی خورد. و آره خلاصه این راه هم هست. یعنی بعضی خیلی از فایل‌ها رو وقتی که این کارو بکنید میتونید روش دبل کلیک بکنید نصب میشه. دیگه حتما لازمه هکری بازی در بیان، ولی اون راه بهتره دیگه. همونجا میبریدش داخل TMP و نصبش بکنید. دفعه بعدم ببینید حذف میشه. شما الان دونه دونه حساب کنید چند تا نرم افزار اینجا داریم. مثلا هر صفحه اینا 5 تا 1 3 در 5 15 تا هست. شما بگید آقا 3 تاش نسبیه دیگه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 11 تا 33 تا بگیر 30 تا 50 مگابایت. ببین شما چقدر میشه. یک حجم زیادی. تازه هر کدوم این الان کروم 80 میگم، تازه کروم نرم افزار سبک. خلاصه اینطوری. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و نمیدونم از این چیزا خیلی عالی میشه. یه کامنت انگلیسی بذارید سابسکرایبتون نپره. تشکر. خداحافظ شما.